بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن. ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان با طرح و نمای نو بازم مهمان خانه های شماست و چون همه شما آگاهی دارید این برنامه از روزگار صاحب دلان نقل میکنند که با خود کلواری بوی تجربه زندگی دارند. در صحبت ما این شام یک نفری حضور دارند از استادان عزیز و ارجمند ما، نفری که در خانه و خطخوان شدن ما خدمت ارزنده کردند. مادر عزیزی که تجربه بوی زندگی دارند و آموزگاری پر تجربه که سابقه کاری زیاده از 60 ساله آموزگاری دارند. استاد ارجمند منور نظروه، خوش آمدید میگویم. معلم راستی با وقتی من به درگاه مکتب رفتم همانا اولین چهره سیمایی که با وقار، نفری که نمونوی و همیشگی با دیدن شما ما گمان میکردیم که باید ما خود را زود به ترتیب دراریم، نمونوی باشیم، با آداب باشیم و نفری که واقعا هم شما چون در آغاز صحبت گفتم معلمه در تربیه هزار نفر شاگردان حسی ارزنده دارید که واقعا هم مخصوصا تعلیم صنف های ابتدایی این یک خودش مکتبی بزرگ است برای آنهایی که باری هم از کرسی آموزش نگذاشتند و هنوز خردسال از آغوش مادر، از دامان مادر به کرسی مکتبی آمدند. با آنها سر و کار گرفتن اینقدر خود یک مشقت است، اما به سبب کسب معلمی رو کسبی پرشرف نمیگویند، زیرا انا همین خدمت های واقعا غمخوارانه و مهربانانه گوییم آموزگار که هم پدر و هم مادر رو عوض میکنه در مکتب، همین است که واقعا او رو عمری ابدی میبخشد. و معلم عزیز همین سببی روی آوردن به کسب آموزگاری من امروز چون در آغاز صحبت گفتم که 60 سال این شوخی نه، این 60 سال زیاده از 60 سال سابقه کاری داشتن و تجربه کاری انداختن و در تربیه هزار نفر شاگرد حصه گذار شدن، این کاری سهل نیست. اما یک زمانی بود که یک شعله در دل افروخته شد و انا همون شعله راه زندگی دیگری من بعدی شما رو منور ساخت. معلم خوش آمدید میگم و اینانی صحبت به شما. مکتبی رقمی 23 ناحیه بابا جان غفورов را سال 1953 ختم کردم، صنف 7 و خواستم که من معلم شوم. برای آنکه معلمه های مهربان بزرگ و ددابای و مدمین و همیشه معلم های نهایت خوش معامله درس می گفتن. همه وکر استاد من خواستم که به آموزشگاه زنانه شهر لیل‌نابود داخل شوم. خب داخل شدم. سالی چند بود؟ سال 53. سالهای 1957 ختم کردم به مکتبی رقمی 10 ناحیه بابا جان غفورов و کار تعیین شدم آمدم. اول من 5 ماه کتابخانه کار کردم. بعد از به من صنف دادن، من صنف و 18 روز در اون درس گفتگی. همین وقت من روزی دیرکتور و مکتبی 10 برگزار شد. در نتیجه من درس به در روم که قفای صنف منده یک 20 نفر مرد و زن دیرکتوروی مکتب شدیان. یک خودم وای کردم تا که در برفته یو گشتم گفتم ای من معلمه یو چرا خودم وای کردم که خودم هر روزی دیگه بریم، هر روزی دیگه باید شدم. در اونده درسمو گذاشتم، درس بسیار نقص گذاشت اسیا. همون دیرکتوروی مکتب وقتی که جمع بس کردن برای درس من بهای اعلا دادن. 18 روز من خواننده ها کار کردی. همین به خیال کردم که همین کوکرکی من به یک اعلا در اومد که من همین کسب سخت داشته. نه 60 سال همین کسب
انتخاب کار کردم. من در غیبه غایبانه خونده فنیگه گرافی هم درس دادم. همین خیلی کرد من. علاوه همون در اوندگی حالی هم نمی براده. علاوه همون درسی دادگیم، علاوه همون کدکایی که من به نگاه که میرمیشتن همین ها اکرگی من حالی هم نمی رد. تشکر معلم. راستی من برای بیننده ها یک نکته رو گفتنی هستم که من خود از شاگردان معلمی عزیز ما هستم و ختم کرده مکتبی میانه رقمیسی که ناحیه خوجند آن سالها امروز ناحیه بابا جان غفورов و راستی من در آغاز صحبت گفتم که وجاهت و سیاست معلمه به درجه واقعا هم سخت استوار بود که همیشگی بودن معلم در مکتب برای ما یک گوییم درسی عبرت، درسی گوییم انتظام و گذشته از این درسی خوانیش بود. به خاطر آنه که معلم در برابری گوییم آموزگاری پرتجربه بودنشان نفری که انا همین انتظامی نمونه‌ای را از همه تقاضا میکردن، چه از استاد، چه از گوییم آموزگاران و چه از شاگردان. معلم عزیز، من در چون سخن از آغاز گوییم تحصیلتان از شروع اولینی گوییم ذوق آموزش، آموزگار شدن در دلتان پیدا شدنش، من میخواستم شما رو باز به دوری های دورتر برم. اون زمانی که شما در بری دامان پدر و مادر بودید، زمان گوییم بچگی شما گذشته از این کدام گوییم جنبه های تربیه‌ای پدر و مادرتان واقعا برای شما برای تشکل یابی خصلت شما که واقعا همیشگی انتظام را طلب میکنید و خود نمونه هستید گوییم تشکل یافت، این کدام سالها بود، چه خیل بود و من گوییم در خانه پدر و مادر؟ اصلا من در نزد پدر و مادر تربیه خوب رو گرفتگی. پدرم هرچند استای گلکار باشن هم آردین لیلیندار بودن. از ما سخت طلب میکردن، انتظام، آزادگی، دیگر نمودهای گفتگوی از ما سخت طلب میکردن که دائما ما همین گپ‌های پدرم و مادرم به دمکره تقاضا کرده همین کار میکردیم. آیله ها ما آیله های نمونوی بود. از همین حساب من همین خدا روز به رسیدم دوامی کاری پدرم من حسابی گرفته رفتم. همین کدام خصلت های گوییم پدر، جنبه های تربیه پدر رو شما در زندگی من بعدی خودتون گفتید که پدرم واقعا انا همین گوییم پهلوی تربیه بسیار سخت توجه کرده بودن که این بی سبب نبوده است. من هم آیلم به هم مکتب به نسبتی انتظام، نسبتی خواندنی بچه ها سختگیرتر بودن. سختگیری که اون بچه های جنگ نمی کردم، اما بازخوان‌های نیک بچه ها رو و خواندن و انتظام و همه ها راهی می کردن. تشکر. خوب معلم، من راستی من یک نکته را گفتنی هستم. امروز بری گوییم معلمه رو نشانه های اعلاچی معارفی تاجیکستان، قهرمانی مهنت، واقعا گوییم سابقه دار مهنت، امروز اون اردن و مدال ها آرام میدهد. این پیش از همه از خدمت های معلمه. گذشته از این اهم تحفه بزرگتری که معلم دوامی این سالها برای خودشان کسب کردن پیش از همه احترام و باوری شاگردان و خلق است و فکر میکنم ان همین احترام و باوری رو شما معلم با مهنت حلال خودتان، با اون زحمتی که شبانه روزی در تربیت فرزندان مردم صرف کردید و ان همین امروز رسیدید به سن نفقه و همچنین با وجود همین مصلحتگری و تربیتگری با شاگردان دیگر آموزگاران جوان هستید. میخواستم یک نکته رو از شما پرسیده باشم در موردی، چون مکتب گفتیم همانو علم با تربیت به هم میبیاد، چون که آنجا در برابر علم دادن، آموزاندن، تربیت هم میکنن. تربیت دیروز از امروز فرق میکند معلم؟ فرق میکند. پیش بچه ها مکتب می آمدن راهی دفتره هم نمیدونستن، کتاب کشاد چپ راست کشادنش نمیدونستن. حاضر زمان به مکتب همین خیلی بچه ها دانا شده. من دیت میرن و خانه بچه ها میرن، باغچه بچه کنو میرن، بچه ها دانا شده آمدگی. همه جهتش به
بچه ها شعر از یاد میکنن. دوره مانده شعر از کنی بچه ها یا یگان و نبود این خیلی. تا حتی مکتب میگیریم، صنف یکم میگیریم، گفته خانه های آوه پدر و مادر آوریم فرزندشون اما رسم میکردن. مکتب آمدن و خواهشاشون نبود. حاضر همه خودش من بچه تربیه گفتگی، تعلیم گفتساز، بخشی بچه ها و حرف های میشناسد، رقم های میداند، شعر های بسیار میداند. همین اکن فرقش همین که اون دوران همه خلق اهمیت نمیدادن مکتب. حاضر نهایت همه مکتب اهمیت میداده شدگی. این البته خوب است. البته خوب. البته این خوب که هم برای معلم سبک، هم برای خودی پدر و مادران. اگر پدر و مادر اهمیت یاد، معلم به یک گله سبک می شود و از بین نمی فرود. من پیشتر ما این عنوان به وای نمی کردیم، طرفداری نمی کردیم یا کار نمی کردیم که من عنوان گیرم بوده. ما فقط عنوان ما بچه های خواندن و دانش دادن بود. برای همین خلق من به عنوان دادگی. اول من مادری مکتب بودم. دویم آچه مکتب شدم. حاضر من همه ستونی مکتب بگید. همین به من بسیار خرسندم که عنوانای خلق دادگی من بسیار خرسندم. یعنی من فهمیدم که همین به می ارزیدیم. یعنی مادر شدم به می ارزیدیم. من آچه شدم به می ارزیدیم هم مکتب و ستون شدم به می ارزیدیم. میتونم همین به من خلق عنوان گرفتگی. بله تشکر. خوب من یک سوالم بود درباره همین گویم تربیه پدر و مادرتون. همین کدام خصلت‌های تربیوی پدر و مادرتون امروز در یاد شما واقعا سخت نقص بر است که میگویید که واقعا پدرم خوب کردن یا مادرم واقعا بسیار خوب کردن که من همین خیلی تربیت کردم. کدام گویم پهلوهای تربیه شما؟ پهلوهای تربیه آنها یکم انتظام، دویم آزادگی، سوم کتابخوانی بود. اگر من کتاب رو دستم بگیرم، پدرم یگان کار، مادرم یگان کار نمی‌فرمودند که اول کتابش خوانده شود. کتابای وایها دو خونده نیسو من نمی‌خوام کتابای وای ما فقط اقلاً ما بین 5-6 روز تمام می‌کردم. در عائله پدر و مادر شما چند فرزند بودید؟ ما 4 فرزند بودیم. 3 دختر 1 پسر بودیم. شما فرزندی؟ من سعی ماشون. شما سعی ماشون اما پس از من پسر بودگی. همشون خوندگی و به خوندگیشون نی فقط صنفی 7 تمام کرده که می‌خوندن. ثانی پدرم من اینو معلم میکنم گفته من مکتب و به دادن همون دانشگاه دادن. همون سالها روحی آدم‌ها چه خیلی بود؟ نه همه پدرها اجازه میدادن که مثلا اجازه نمیدادن خوندن و ویش نبود که دخترها خوندن به اجازه نمیدادن. با همین وای باشدم پدری من گفته که نه من اکو اینه میخوانم اینه معلمه میکنم گفته آرزو کردم. همین سبب آرزوشون چی بود؟ یکم سبب بود همین چیز بود؟ سبب آرزو همین که من کتاب بسیار داده شده بودم. خوندن و وای بسیار داده شده بودم. برای همین من همین ساحه علم آموزاندم. تشکر. و قسمتی که شما گفته در موردی معلمان همین قسمتی بینای کهنه مکتبمون مکتب سیاه که نظرم سالهای میانه‌های سالهای 20 ساخته شده یا سال 32 ساخته شده. بعد سالهای 30 ساخته شدگی زمان اداره کلخاز بودگی. بعد گویم اون قسمتی که بیشتر صنف‌های ابتدایی اینجا تحصیل میکرد. من خاطرم هست سال 1982 وقتی باری اول من مکتب رفتم همون دالان‌ها دیروز مکتب رفتم همون دالان‌ها یک از نظر گذراندم اما بچگی خودم یادم اومد و انا همون سیاست وجاهت معلم نظر و اومده است زود گریستان یا صنف بدرویتان معلم بسیار گویم آدمی سختگیر سیاستشان سخت از آن کس باید ما ترسیم گویا کسی ما نمیگفت که ترسیم اما ما از سیاست شما میترسیدیم معلمه و انا همین سیاست گرفتن یا مثلا سختگیر بودن معلمه
گاه میگن که اگر آدم سختی دیده باشد و سختگیر میشد میگن. شما سختی دیده بودید معلم؟ سختی از طرف پدرم دیدگی ما. پدرم همین استای گلکار بودن و شاگردانشون بسیار سخت استاده آموزاندن. چخیل دیوال زدن در کار، چخیل انداز زدن در کار، همینه پدرمو و میکنن می آموزاندن. ما آسانی نسبتی مویان سخت میستادن که نوادو این کوچه برای خنده کده هر طرف نگاه نکن یا این همین خیلی نصیحت هایی پدرانه میکردن. از همه حساب ما کن سخت‌تر باشدگی. چون پیام سه دختر کی بودگی اون کس حتما در تربیت دخترها بازم بیشتر توجه کرد. تشکر معلم من زیاده از 60 سال سابقه آموزگاری دارید. در برابری شاگردای زیاد تربیت کردم. امروز آموزگاران جوان شما تربیت کردید و واقعا بسیار خوب گفتید که شما مادر آموزگاران مکتب. واقعا امروز وقتی مکتبی میونه رقم 31 میگن با نام شما بیشتر میشناسن. و من یک نکته رو گفتنی هستم. امروز استاد حقیقی آدم بعد یک فاصله زیادی تجربه کاری علاقه برای خودش یک نامگوی خصلت ها رو که باید استاد داشته باشد و استاد حقیقی باید شود، باید همین گونه خصلت ها رو داشته باشد. از نگاه شما استاد حقیقی کدام خصلت ها رو باید داشته باشد؟ استاد حقیقی اصلا یک معلم. مثلا همین زاکیروف معلم من خودتون ناز بدانید. ما بسیارتر تربیه اول خواننده ها باشد دیگه معلم های تربیهش به نگاه میکنیم. برای اون که آدم هر خیل میشود آمدگی آدم خودش معلوم میشد که همین کار به مجبور میشده شما گم میزنید. همین ها اهمیت میدادیم. به اهمیت بدن این کاری ناتوری. اهمیت داده هم معلمای تربیه میکردیم که ساحه اهم بیشتر برای دانش گرفتن خواننده ها تیار باشند. یا اینکه بین خواننده ها و هر خیل گپ های بینور یا یکان وای گفتن این معلم تماما ناتوری. یا بعضی میشد که بعضی جوانا می اومدن بچه های یا دشنام می دادن یا یکان وای میکردن همین جهت و سخت‌تر می استادیم که بچه ها کدی معامله خوب کردن در کار بود. تشکر. و واقعا یک من مخصوصا از بس که پسر بچه بودم در ما همین احساسی گویم زود خودمون رو به ترتیب آوردن کمتر، اما در دختر بچه ها وقتی که معلم نظر رو میگفتن همین دختر کوی ما یک بار سخت هوشیار میشد که معلم آمده شدن و مثلا زود خودش رو به ترتیب میدار آورد. و واقعا همین تا از دالان گذشته رفتن شما من احساس میکردم که همین آمدن و رفتن شما از همون دالان گذشته رفتن یک انتظام آمده میرفت، انتظام. و من میگفتم که خیرت معلم هستن که واقعا بعضی حالاتو شما بعضی همسیفای من داشته سخت ایراد میگرفتید، حتی حالاتایی بود که سخت گویم سرزنش میکردید و باری هم شاهد نشدم که والدان آنها پدر و مادران آنها اومده با شما مثلا گویم جنجال کرده باشند. باری هم یک نکته دیگری که مثلا زمانی ما که ما مکتب میخوندیم راستی برای پدر و مادرم اگر شوخی کنیم معلم گوها سرزنش میکردن و باری هم به پدر و مادرم نمیگفتیم. برای چی؟ برای اون که اگر ما میگفتیم ما جواب انیق میدونستیم که جواب یک چیز بود، خوب کردن که تو رو جنگ کردن، یکون نامعقولی کردی برای همین تو رو جنگ کردن. امروز معلم وضعیت تماما چیز دیگر است. امروز متاسفانه چون گوی والدان میفهمند که مثلا آموزگار فرزند او را سرزنش کرده است، حتما گوییم به سراغ آن آموزگار میروند و در نزد جامعه آموزگاران، جامعه گوییم اما هم سالان هم صنفان همان فرزندش با آموزگار مناقشه میکنند. معلم برای چی همه خیلی شد؟ اگر حاضر زندگی نقص همه وای خود خوراک بسیار، پوشاک بسیار، بچه های بسیار ایرکه کردگی. شرایط نقص ایرکه کردگی.
پیشتر شرایط نبود. بچه ها می اومدن هیچ چرکین انجاموی چرکین کردی می اومدن پای افزولوی کوچه ها لای بود لای کردی می اومدن همینه تربیه کرده آزاده کردن در کار بود. برای همین ها خوب احساس میکردن که هر چیزی یعنی معلمه وای کردیان کوهش دادیان. البته برای فایده ما سانی می آمدن پدر و مادر فرزندشون رو گرام می آمدن میگفتن که استخوانش انی من گوشتش انی شما همین تربیه کردیم میتید میگفتن. این خیلی نه حاضر که همه شرایط های تا حتی همین شرایط همین خیلی بود که صنفی سایم پسر بچه من صنف و آب گرم رو بچه های جواب داده شتوشو کرده بازی دارنده برای زندگی جامعه بچه ها نسبتا برای اینکه مادرش نبودن پدرش بودن خلاص و بچه من همین کار کردی که بچه ها نفهمد. ثانی وقتی که میدارم صنف به دستای بچه ها چرکین می اومدن حاضر همه آزاده شدگی نه یک تا بچه دستش چرکین باشد من همه بچه قطار کردم پیش آبا بوده دستی همش میشوندم برای اینکه وای بچه خجالت نشود گفته. من میفتم دفترمو چرکین نشود رفته یک دستامو شده بیم گفته بچه های 3 مینوت بوده دستا رو ششته آمده صنف و ثانی همین با بچه ها عادت میکرد. معلم ها هم همین دفعه میفتم که بچه پیش بچه ها ایزا نتیتون که وای ایزا کشته دلش اخشما خنک میشد میگفتم. همین خیلی تربیه های کرگی وقتشانه من امروز حاصل همون تربیه ها رو دیدی سودید معلم واقعا همین شاگردو به محبت درباره شما سخن میکنند و سببی در همین سن سال مردم سالی و اینقدر صاحب اعتباری بلند داشتن در جامعه نیست پیش از من فکر کنم از مهنتی گوییم شما از برکات دعای پدر و مادرتان و گوییم همچنین دعای شاگردانتان استاد. معلم عزیز تشکر. من سخن در مورد یک قسم سخن رو گفتید من بازم میخواستم باز پهلوی این مسئله رو وسیع‌تر میگفتید در مورد خب زمان شوروی گوییم SSR میگفتن دولت اجتماعی بود یعنی بیشتر مسئله های و امروز هم مثلا در تاجیکستان به رشد ساحه اجتماعی مخصوصا حتی بودجه دولتی نیز بیشتر به بخش دستگیری اجتماعی روانه شده است که همیشگی پیشوای معظم ملت در برآمدشون تاکید میکنند که مقصد ما پیش از همه این نیک و احوالی زندگی مردم است. تشکر. و یک نکته که مثلا من گفتنی هستم در مورد تربیه زمان والدان میگفتن که انا همون چیزی که شما گفتید که این استخوانش از من و گوشت و پوست از شما یعنی این نهایت از خود گذشته نگوییم که من شما رو باور میکنم گفتم. و امروز متاسفانه بسیار خوب گفتید که ایرکه شدن. معلمه یک صحبت به یک نفر صاحب دل که همین برنامه اشتراک کرده بودن نفر تجربه دار گفتن که گاه والدان جوان امروز تربیت کردن فرزندشون مشکلی دارن یعنی نمیدونن که کارو از چی سر کنن چون فرزندشون مثلا با مکتب میرود فکر میکنن که وای باید یگان مشکلی نداشته باشد و اگر مشکلی داشته باشد مشکلی آموزگاری وای مثلا گاه یک سال به 2-3 معلم عوض میکنن میگن که نه این صنف شما نه و صنف وای میخواند یا گویم اومده هم چیزی که ما گفتیم جنجال میکنه با یعنی بعضی همین گویم قانون قبول شد در مورد مسئولیت پدر و مادر. من فکر میکنم معلم سوال نوبتی من درباره اونه که همین تربیه کم شد از جانب والدان یا واقعا گویم ان همین امروز نوارسان امروز باز توجه بیشتر میخوان از آموزگارانشون. آموزگار شدن نهایت مشکل. هر یک همین صنفنده 20 فرزند طلبه باشد اگر 20 نفر همه به یک خراکترش کندهش دیگر اویله می بیاد یک تاش اویله با سوادنده یک تاش اویله کم سوادنده و یا همش یک خیل شده نمیتونست برای اون که همه هر خیل اکنون حضور صریف اومدن بعد باید معلم حرکت کردنش در کار که همون بچه همش قریب که یک خیل شود گپ زنانش خوندنش نویستنش همین باید یک خیل شدنش در کار
کن یا خیلی پر نشودن اقل همون آموزگاره گپشه دانسته فهمیده پدر و مادرم و فرزندایم فهمیده ایستاده هم با همیشه معامله کردن در کار. حاضر از پیشتر میگفتن که فرزند گوربندی همون روز و یش سر میکنی تربیهش میگفتن. اگه حاضر این خیلی نشساز تربیه آچه ارکه کند ولو میماند که تو ارکه کردی بچم همده شد. نه این همه یک خیلی حرکت کردنش در کار. پدر و مادر ارکه کند بچه تماما دیگر میشد که من گفتم میگذرد پدر و مادرم به همین کار کردنم در کار گفته بچه خودش وای حس میکند آزاد حس میکند و تماما قریب که پدر و مادر بهم گشت میشد. برای همین بچه ها یک خیلی معامله کردن در کار. خیلی فرزند عزیز آدابش از وی عزیز بودی. اگر آدابش عزیز نباشد بود ممکن هرس خیلش بوده نشد. و این به هم پدر هم مادر هم معلم همشون فکرشون یک خیلی شده. فکر یک خیلی شود خیلی همین کار کردی تو بیمانی کردی معلمت جان کردی یا معلمت یا آگاهی دادی این وای گفته بچه طرفداری کردن در کاری معلم طرفداری کردن گپی معلم سونی گوش میکنند. بله تشکر زیاد معلم عزیز. و راستی من میدونستم که وقتی شما رو به برنامه دعوت کردم دعوت ما رو پذیرفتید معلمت من گفتم که من با معلمه با یک برنامه جنبست نمیکنم برای آنکه صحبت ما واقعا یک صحبت آفتابی است صحبت گرم است و من اینجا قسمت اولی برنامه رو جنبست میکنم برای اشتراک کردن به شما تشکر میگم و در قسمت دیگه بازم پهلوهای دیگری این مسئله هست که من میخواستم از شما پرسان شما معلم عزیز برای اشتراک کردن به شما تشکر میگم و بیننده های ارجمند راستی چون سخن اولینی صحبت امروزی ما قسمت اولی اون در مورد تربیت ای فرزند در مکتب است و معلمه گفتیم که سابقه زیاده است 60 سالی کاری دارند و با این کلواری بوی زندگی و تجربه بوی کاری واقعا امروز گوییم سزاوار احترام و اعتبار مردم هستند و تا برنامه نوبتی در صحبت صاحب دیلان خانه‌تان آباد باشد.